درود خدمت دوستان. وقتی ما تو یک محیط باز هستیم بهترین کار برای ردیابی اینه شما وقتی دازینگ تو دست میگیرید سعی کنید یک دایره بزرگ تشکیل بدید، یک دایره که حدوداً داخل 30 متر 40 متر داخلش باشه فاصله، که بیا 30-40 متر اون ور دایره هم قرار بگیره و ردیابی کنه. این بهترین روش هست که یک محیط بازتر رو مورد بررسی قرار بده. پس من وقتی تو یک محیط دشتی اومدم یک دایره خیلی بزرگ تشکیل میدم که اگر دازینگ من حفره‌ای داشت به سمتش حرکت کنم که میاد به سمت حفره‌ای که خودمون الان درست کردیم. پس سعی میکنیم یک دایره بزرگ تشکیل بدیم که محیط بیشتری رو مورد بررسی قرار بدیم. اونی که میخواد تو محیط دشتی که باستانی هستش که بدون تو محیط چیا هستش و کمتر وقت بذاره یک دایره بزرگ تشکیل میدیم با دازینگ و اطرافش اگر دازینگ ما اطرافش حفره باشه یا به صورت مستقیم حرکت میکنه که من الان اونور حفره دارم یا به صورت زیگزاگ حرکت میکنه تا منو به سمت حفرم برسونه. آرزوی بهترین ها براتون دارم.